ایشون میفرمایند این مصیبتی که برامون نازل شد، این مصیبت رو قشنگ برامون توضیح بدید. چی شده؟ من قبلا این مصیبت از خودشون شنیدم و تفاصیل دقیق ترشون چون میگم. ایشون میفرمایند که درست این برادرزاده ایشون که 2 سال سن دارن. 2 سال. این بچه 2 ساله دارن که مواکب ایرانی که میان با ماشینای خودشون که از مرز رد شدن، اینا میان داخل باغ جا بدن این ماشینا رو. در اثنای جابجایی ماشینا، عقب جلو رفتن ماشینا، این بچه 2 ساله میره زیر لاستیک ماشین، یعنی جلوی چشم پدر و جلوی چشم عموش که ایشون باشه، به رحمت خدا میره. همین امسال و تقریبا 5-6 روز پیش این اتفاق افتاد. ایشون به جای اینکه به قول خودش میگه به جای اینکه ما این مصیبت بر ما سنگین بشه، تأثیر کردیم به مولا ابی عبدالله الحسین و یاد مصیبت علی اصغر افتادیم که علی اصغر رو به دست گرفتن و به سمت آسمون بردن. بل اینکه عزیمت ما بیشتر شد و اصرار ما به این خدمت بیشتر و بیشتر شد. البته برای بینندگان عزیزتون بگم که ما به اجبار تونستیم این مهمون رو بیاریم به این برنامه. هی نگاه به ساعت میکنم، میگفت به جای که من بیام تو برنامه میخوام برم 1 ساعت بیشتر برم خدمت کنم به زائرین ایرانی. مهم نیست، ما کاری نکردیم، فدای سر زائرین امام حسین. خب این اتفاقی که میفته، این کودک پسر 2 ساله از دنیا میره، پدر و مادرش چیکار میکنن؟ یعنی دقیقاً بهتون بگم امانته، این امانت به شما برسونم و بینندگان از ارجمند شما. یعنی خم به ابرو نیوردن که مبادا اون راننده به خودش بگیره، مبادا زائر ناراحت بشه. پدره به کار خودش ادامه میده و برادرای دیگهش میرن برای غسل و تدفین و مراسم خاکسپاری این بچه. بل نقش خنده‌رویی رو بازی کردن جلوی زائر که مبادا زائر به خودش بگیره این مصیبت. یعنی واقعا صبر زیادی میخواد. یه سوال، خودشون داغ دیدن، طبیعیه اگر موکب رو رها کنن و به داغ خودشون بپردازن؟ كلش طبيعية إذا واحد راعي مصيبة ومن حقه يترك الموكب ويروح يرتقي بمصابة. ايش عجب من تحكي ما سويتها؟ لا ما نسويها، لانه اساسا احنا بالنسبه لنا استعدادنا هي مصيبه الحسين فوق مصيبه كل المصائب. لانه احنا بالنسبه لنا الامام الحسين هو احنا بهويتنا الحسين، احنا حياتنا الحسين، احنا لو مو الحسين ما نسكن هنا بكربلاء. الحسين هو دمنا وروحنا وحياتنا، ومناسبة الحسين هي مناسبتنا، هي الأساس. نقدم كل عوائلنا وأموالنا وكلنا فداء للإمام الحسين. فکر کنم با احساسی که خودشون داشتن احتیاج به ترجمه نباشه. ولی باز بگید. میفرمایین که درست ما صاحب مصیبت هست، ولی در مقابل مصیبت امام حسین اینها چیزی نیست. ما اگه بقیه خانواده‌مون برن، دار و ندارم، زندگیم، فرزندان برن، ما دست از این خدمت برنمی‌کشیم، ولی که وظیفه می‌دونیم بیشتر باید خدمت کنیم.